یک وجب از کنار تشک، یک وجب از این طرف تشک. مکان مشخص میشه، به انگشت فشار میدین، سوزن از این بالا میزنین پایین انگشتتو اینجوری میذاری، از کنار انگشت در میاری، ته نخ که گره خورده میذاری روی انگشتت، انگشت سبابه، انگشت شست میذاری رویش، میاری کنار این نخ اینجوری گره میچرخونی، گره آخر اینجوری انگشتاتو میذاری اینجوری، میای گرهی که اول زدی رو میگیری میکشی پایین، این دیگه کنده نمیشه محکم.